26 سال است که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در کشور فعالیت دارد. بخشیده به این سند در دانشگاه پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی کنفرانسی علمی نظریوی از جانب حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند دایر گردید. موضوع کنفرانسی نقش و مقام حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در تامین زندگی شایسته مردم عنوان داشت. در آن 5 نفر اعضای حزب صاحب شهادتنامه شدند. اشتراکچیان کنفرانس نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند، سابقه‌داران از کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت و فعالان و اعضایان حزب شرکت ورزیدند. معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده تاکید نمود که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در کشور نقش کلیدی را اجرا می‌کند. бешубҳа обрӯ ва манзалати ҳизб бо сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле боло рафтааст. мусаллам аст ки ҳизби халқи демократии тоҷикистон ҳамчун ҳизби тарафдори рушду нумӯи кишвар ва розу ниёзи мардум дар ҳамаи равандҳои имрӯзи ҷомеаи кишвар бо сарварии муаззами хеш дар оғози шоҳроҳи бузурги созандагию бунёдкорӣ ба хотири бунёди давлати демократӣ ҳуқуқбунёд ва дунявию ягона ҷомеаи наве ки таъмини озодию ҳуқуқҳои кулли шаҳрвандонро кафолат медиҳаду таъмин менамояд қарор дорад. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان زاده استقلالیت کشور بوده از عمق مردم ریشه میگیرد و آن حمایه منفعت‌های خلق را هدف اساسی خود قرار داده است. رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی حرف زده فعالان و اعضایان حزب را به این مناسبت تبریک نمود. مقام و منزلت و شهرت نمایان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان قبلا از برنامه‌های سازنده تدبیرهای سودمند کلی اعضا و اتفاقیات راهبری آن منشأ میگیرد. گرفته بی‌شبهه سطح صفتی زندگی ساکنان مملکت را رسالت خود می‌داند. عامل اساسی در یک مهلت کوتاه در جامعه نفوذ پیدا کردن و با پیشرفت نائل گشتن حزب ما در آن است که منفعت‌های همه قشرهای جامعه را حمایت می‌کند و برای برآورده ساختن ارمان‌های آنها تلاش می‌ورزد. تا امروز اعضایان حزب در شهر خوجند قریب 20,000 نفر را تشکیل می‌دهند. همچنین 234 عدد تشکیلات ابتدایی از آن 5 عدد کمیجراییه در حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند عمل می‌کند. سعید بای زاکرов رئیس سابقه‌داران حزب در ولایت میگوید که نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت دوام 26 سال همچون حزب مردمی تبدیل یافت. هنوز در آغاز تأسیس‌یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اعلام داشته بودم که مقصد اساسی از سازمان دادن این حزب سرجم و متحد کردن ملت تاجیک و تمام نیروهای سازنده و سالم فکری جامعه بلند برداشتن حس ملی و وطن دوستی و وطن پروری مردم کشور است که به خاطر برپا کردن دولت صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی پیشرفته و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی به هر یک شهروند مملکت تلاش ورزیده. طی سالهای سپری شده حزب ما صداقت خود را به ارزش‌های عمومی ملی استقلال و آزادی، دموکراسی، ولایت قانون و برابر حقوق ثابت نموده تا به این روز برای پیشرفت همه‌جانبه تاجیکستان تمام تدبیرهای امکان‌پذیر را عملی گردانده ایستاده است. حزب در فعالیت خود با مقصد تامین حقوق و آزادی‌های انسان و فضیلت‌های بلند سیاسی و منفعت پرثمر معنوی اعضایانش تکیه می‌نماید. کارمندان همیشه در چاره‌بینی‌های سیاسی و عمومی فعالانه شرکت می‌کنند. برای پیشگیری از کرونا ویروس نیز سهمی باسازا گذاشتند. 26 سال در نزد تاریخ اینقدر سال طولانی نیست، اما در این 26 سال اینقدر کارهای سازندگی بنیادکاری، اینقدر کارهای شده گذاشتند درباره دولت و دولتداری، درباره بنیادکاری و سازندگی، درباره آرامش جامعه و دیگر مسئله ها خیلی جدا کار رفت. سال 1994 پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پس از آنی که سال 92 در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان زمام دولتداری را بر دوش آن کس ماندن گرفتند و در همانجا وعده داده بودند که شما
اصلا وظیفه پرمسئولیت رو به سمی من گذاشتید. من یکمین کارم رو از صلح سر میکنم، صلح میبیارم و وحدت میآفرم و اون سخنهایی که گفته بودند امروز در تمام جمهوری تاجیکستان تعیین انداز است. همچون یک قطار فعالان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند به مناسبت 26مین سالگرد تأسیس یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان قدردانی گردیدند. گزارش سومن حمیدی و گنجینه عالم و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.